عید رمضان امروز بر ما و شما تبریک. این صبر و شکیبایی و این عهد و وفا تبریک. ز الله مدد جویم در راه مراد خویش، بوی به مشام آمد از باد صبا تبریک. سلام دوستان، سلام هموطنان، سلام به کل مردم مهاجر. خواستم این روزی بزرگ را، این عیدی بزرگ را با یک و یک شما تبریک نمایم. در این روزی بزرگ همه یک جای دست به دعا برداریم تا این بیماری از سر مردم تاجیک و از کل دنیا برداشته شود، تا در عیدهای آینده ما توانیم یک جای با دوستان و خانه های همدیگر و تبریک عیدانه رویم. عید آمد و در خانه همه زندانی، از جبر وبا نمی رویم مهمانی. درهای همه عزیز و دوستان بسته، زنگ میزنیم و تبریک کنیم تلفنی. تا عیدهای آینده خدا کند که نه به تلفن بلکه از نزدیک با دوستان و نزدیکان خویش عید را مبارک باد گوییم. عید سعید فطر به همه شما و اهل خانواده اتان مبارک باشد. از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم. ماه عفو بخشش رحمان کجا هستی؟ بیا ما همه مشتاق هر لحظه ز شبهای توی